سلام علیکم، خوش اومدین به ویدیو جدید. امروز اومدیم پارت 2 چی رو بریم؟ جرأت و حقیقت. با مجازات چیه؟ میدونی چیه؟ الان بهت میگم، قراره پشمات بریزه. آخر ویدیو نه مجازات تخمه میخوای بزنی تخمو باز این نیست. مجازات هم آخر ویدیو میگیم، هر کی ببازه مجازات قراره بشه. و اینکه لایک کنین ویدیو رو، چنل رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله هم بزنین تا هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتیم با خبر بشین. دمتون گرم. بزنین بریم سر بچه‌ها. بازی تا چند امتیازه؟ رو 5 باشه دیگه. آره بازی امتیاز تا 5. هر کس سریعتر برسه به 5 چی میشه؟ اینه که نرسه میشه. مجازات میشه. گفتم آخر مجازات رو میذاریم. پارت 1 جرأت حقیقت رو ندیدین این بالا میاد بریم ببینین. مجازات چی بود؟ من یادم نمیاد. خیارشو فکرم داشتی می‌خوردی. آره یه همچین چیزی بود ولی کار ندارم. خلاصه ببین اونم ببین البته بعد این ویدیو فرق نمیکنه. خب بریم که اول امین بچرخونه. خب امین بچرخون. باز من افتادم. باز اولی دیگه. جرأت حقیقت. آقا باز مثل همیشه داداشام حقیقت. بریم ببینیم تا حالا از دوست پسر یا دوست دختر دوستت خوشت اومده؟ داداش ما همیشه سینگل به گروه بودیم و اینکه یه بار اون علکی بود، یه بار بهش اون علکی بود، اونم نه دوست داشت. بذار بچرخونم ببینیم به کی میفته. خب میچرخونی بازم به خودم ولی نداره. باز من میرم واسه این بار چی؟ بازم حقیقت. مثبت 18 ترین رویایی که داشتی رو رویا تو رو بکنم. نه و بچه شوخی کردم. واسه 18 ترین کسی که باش بودم بکنم. تو گفتی که سینگلی. خب بس دروغ داریم. بابا چیزی باز میگم قبلا هم بوده اونم گفتم دیگه. چی زر میزنی؟ بکنم بکنم داش آروم تر بیا. بچه اول بسیار دو تا امتیاز گرفتیم. خب بچرخون. واه بسم الله بازم من این جرأت نمیشه. حقیقت داره به جای باری کشیده میشه. حقیقت سالاش داره به جای باری کشیده میشه. حواست باشه. الان این جرأت من جلو جمع زنگ میزن به اولین کانتکت دفترچه تلفن گوشید. بذار روی اسپیکر رو بهش بگو 50 میلیون پول قرض میدی که توی بخوای بیا. الان زنگ میزنم به بیا. خب اینم مثلا بس زنگ نمیزنم چون همین خودش اینجا. یکم وایس صحبت کنه. بالاخره افتاد. حقیقت یا جرأت بابا یکم صحبت میزنم. بعد تایم بهش یه بغل دستی چیه؟ کسخله. غیر قابل سینه خالص شد. خب این چی بود داداش؟ دیگه با رفاقت تموم. بعد این ویدیو دیگه نمیبینم. خب مثبت گرفتی. امتیازا ببینید چنده؟ 3-1 با نمیخواد. 3-1 که تا 5 یا میدونستی مجازات ببینید چیه؟ مجازات سخته. میبینی؟ من قراره بچرخونم. امین بیفته. هیچ وایسا دقیقه. امین خب وایسا. جرأت میخوام بزنم دیگه. کم برو اونور. توی این اتاق از کی کمتر از همه خوشت میاد؟ چرا؟ منم. خب چرا خوشت نمیاد؟ باز کس. این مثبت الکی میگی یا چی میگه؟ یه به من تو که چرا نمیاد؟ اینو میز بچه‌ها کنین. بچه‌ها رو جمع کنین. جمع بیارید روی میز بشینیشون. بعد بگیری باشون صحبت کنی. 2 3. خب بچه‌ها بریم ادامه ویدیو. تا اینجا دیدین لایک بزنین. دمتون گرم. صاف کنین. زنگوله بزنین. وایسا. نوبت منه بچرخون. نه منه. نوبت منه. من. خب بچرخون. 3-2 بود. به امین. حقیقت دیگه بدن یه امتیاز مفتم. چند تا دوست پسر دوست دختر داشتی؟ دیگه بر راست بگی. هیچی نمیشه که بگی. در نه دوست پسر. دوست پسر بگو بعد دوست دختر بگو. دوست پسر. آره. چند تا داشتی؟
داشتن. آره یکی منم یکی مهدیه. خدا بگه دوست پسر تو خب این دوتا بچه این داداشون غیرتیه. اینم امتیاز مثبته. حالا چیکار میکنیم؟ میریم که من بچرخ نه تو بچرخونی. من آره چرخوندم توی من بچرخونم. وایسا اینجا سینو میاری آقا سه من بچرخونم. یه امین دیگه بیفته تمام یه امین دیگه یه امین دیگه بناس تا 5 یا تا 5 آخرین خلافی که انجام دادی چی بوده؟ بگو همین اینجا خلاف مثلا به خلاف از چه هم مثبت باشه همون توز از لیته چی بوده؟ آخریشو یادم نمیاد. نه یه کار کردی. نه من بچه خوبیم خلاف نکردم. خب منفی. چرا؟ خب بگو دیگه خلافه تو. خلاف یعنی چی؟ 18 سالته. نه 17 سالته. چرا چی نکردی؟ مثلا کیو نگفته کلاف خش کردم. نوبت منه دیگه. نه تو چرخ. خب تو بچرخ. یه امین دیگه تمومی ها. نه بنازم جرأت یا حقیقت؟ دور جانشویی نبودی که ما یاد منفی میزدیم. این منفی ببین دور چی دور دانشجویی مگه 17 سالته. الانو میگفتم بیا یاد گفته دانشجویی. خدایا تو به من کمک کردی. خدا قربونت بشم فدات شم. بیا چرا خب معلوم میشه. خب بسم الله خدای قربون بزرگی. بهترین مکان که توش بادم بخوری که تانار بنازم. وایسا بازی داره خیلی سرعت پیش میره. عرق کردی تو بازی عرقی کلا گرم آجی. امتیازا وایسا بابا 4-3 نمیخوام امتیاز رو ببینم. بچرخون بسم الله. وای جرأت حقیقت بزنی نبوش نش انجام شدن نباشه یا نکرده باشی. دوست داشتی با کدوم بازیگر خور؟ وای بنازم کدوم بازیگر؟ این راحته دیگه. من این کارش میگم میتونم بگم دیگه با کدوم خب اسمش یادم نمیاد. توی جوکر بازی کرده بود. زنه اسمش یادم ولی نمیدونم. خب حالا همون خب مثبت بزن. فقط 4-4 اونی- این بار به هر کی بیفته یا تمومه. اون برنده بازیه و مجازات میشه. وای الان تو چرخوندی دیگه. آره من چرخوندم. آره تو چرخوندی. آره. حالا منم. بسم الله وای همین به کی افتاد؟ بنازم وای جرأت بده حقیقت باشه نیافتاده باشه. همین الان یه استاس واتساپ تو بذار رو بنویس من قصد ازدواج دارم که نمیشه. چی من میذارم واتساپ هم دارم. آره خب اینم امتیاز تو تا 5 بود. 5 شدی. خب. حالا من بعد چی شم؟ تو خواب بزنی. نه تخمه گفتم مجازات داریم نگفتم مجازات چی. بریم مجازات. وای مجازات خواب بابا میخوام تو خواب بزنی. نه دیگه تخمه نداریم. خام بخوری. بیا خب چی؟ مجازات اینه که یه فلافل مهمون ویدیو بعدی شاید اصلا توشون نبود. خوردنی نبود. باز بالاخره باید بخرم. خب همینه مجازاته فلافل. خب من واسه تو فلافلو میخرم و اینکه میرسیم سر این ویدیو. با این چنل چیکار کنم بچه‌ها؟ لایک خب. ساب زنگوله بزنید آقا بزنید دیگه ناموسن حمایت کنید تو رو خدا. و تا یه حتی این برای خیلی نزود گفتن. دمتون گرم تا اینجا دیدیم و تا یه ویدیو دیگه عجله داریم. فعلا بابا